درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما در حلقه هنرمندان محبوبی 6 مقام سرایان نور نیاگان ناحیه جبار سلف قرار داریم و این برنامه با یک ترانه بسیار هم جذاب، زیبا و دلنشین آغاز گردید و تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان یک برنامه خاص و دیدنی را پیشنهاد شما گردانیم و از گنجینه بی‌بهای سرودهای مقام، ترانه‌های جذاب و دلنشین را این هنرمندانی
بسیار هم خوش آواز پیشنهاد شما گردانند. درود به شما، درود به کل شما. بسیار ترانه زیبا بود و ما در ابتدای برنامه الک از این ترانه لذت بردیم و مطمئنیم که با شنیدن این سرود جذابی مقام بیننده عزیز نیز لذت بردند. خب این چی سرود بود که در آغاز برنامه پیشنهاد شد؟ سرودی که حالا پیشکشی تماشابینان گردید، تلقینچه عراقی بخارا نام دارد که در اجرای هنرمندان انسامبل شش مقام سرایان نور نیاگانی ناحیه جبار رسولوف پیشکشی تماشابینان گردید. بله، سرودهایی که از جانب همین هنرمندان پیشنهاد می شود، چون ما بارها هم صحبت شدیم، برنامه‌های مختلف با اشتراکی ایشان تهیه کردیم، بیشتر سرودهای مرکب مقام را انتخاب میکنند. یعنی کوشش میکنند که با سرودهای معمولی، سرودهایی که الکی همه اجرا میکنند، با آنها اکتفا نکنند. بیشتر همون سرودهای بسیار نادر را انتخاب میکنند، سرودهایی که الکی برخی آنها به گوشه فراموشی رفته است. خب این هم فکر میکنم از طلبات بلند خود هنرمندان است. بله، بسیار خوب قید کردید. از یک جهت از طلبات بلند خود هنرمندان است و البته این درک میدهد از درجه کسبیتی این انسامبل، زیرا که در انسامبل شش مقام سرایان ناحیه ما هنرمندان خیلی مشهور، هنرمندان خیلی صاحب تجربه، خوش سلیقه و هنرمندانی که از کسبیت صنعت شش مقام با خبر هستند امروز فعالیت میبرند. در مثال استاد شوکت جان نبیف که راهبر موسیقی این انسامبل را به عهده دارند و بیشتری کارکردی سرودهای شش مقام و استاد شوکت نبیف وابستگی دارد که این کس استادی کسب خود حساب می‌یابند و همچنین شهرت جان نبیف که یکی از بهترین سراینده های سرودهای کلاسیکی علاوه سرودهای شش مقام هستند. و اینجا البته هنرمندان همه شاگردان مکتبی، اگر که خطا نمیکنیم گویم که مکتب موسیقی استاد جوربیگ نبیف اینجا همه جمع آمدن و خود استاد جوربیگ نبیف بسیار یک در سطح بلند به درجه کسبیت امروز صنعت شش مقام را هم احیا میگردونند و هم به جهانیان پیشکش نموده ایستادند و من فکر میکنم که سرودهای مرکب انتخاب نمودن این انسامبل البته از طلبات و از درجه بلند کسبیتی هنرمندان وابستگی دارد. بله، خود استاد جوربیگ نبیف سراول از مکتب صادرخان حافظ الهام گرفتند. یکی از ادامه دهنده مکتب استاد صادرخان حافظ بودند، ولی وقتی که الکی به کمالات رسیدن یک مکتب خاص خود را روی کار آوردند که الکی فرزندان ایشان که واقعا افتخار هم صحبتی، افتخار هم نشینی ایشان برای ما هم دست داد، همین مکتب را، همین رویه را ادامه دادن و خوشبختانه الکی یک همین انسامبل شما کوشش میکند که همین مکتب انتقال یابد، از بین نرود، بیشتر احیا شود و استاد نیز همیشه فکر میکنم که مصلحتی خود را دریغ نمیدارن از این انسامبل و همیشه فکر میکنم که راهنمای کلی ایشان نیز هستند. بله، بسیار خوب قید کردید و بیهوده نیست که عموما در جمهوری ما و عموما در بیشتری ممالکی که امروز صنعت موسیقی رشد می‌یابد، انکشاف می‌یابد و توجه به صنعت موسیقی خیلی در سطح ضروری قرار دارد، مکتبی استاد و شاگرد جریان دارد و یکی از نشانه‌های موجودیت مکتبی استاد و شاگرد این در خود همین انسامبل الکی به چشم می‌رسد و نتیجه این مکتب هم الکی عیان است. بهترین. خب چیز دیگر اجرا می‌کنند ایشان؟ حالا در اجرای یکی از هنرمندان خوش سلیقه همین انسامبل زرینه تردیبای و سرود با نام افتاده است با آهنگ کلاسیکی بر غزل هلالی پیشکشی تماشابینان میگردد. بفرمایید. مرحمت. لبای مگم
از شراب افتاده است. حیرت دارم که چون آتش در آن افتاده است. حیرت دارم که چون آتش در آب افتاده است. ظاهر است از خلقهای زلف ماهی آرزد. ظاهر است از خلقهای زلف ماهی آرزد. در میانی سایه آنجا آفتاب افتاده است. در میانی سایه آنجا آفتاب افتاده است. چون طبیبی عاشقانه گهگهین دل خسته پرسش میگن که بیمار و خراب افتاده است. بلبل افغان میکند هر لحظه بر شامی دیگر. بلبل افغان میکند هر لحظه بر شامی دیگر. جلوه گل دیده او در اضطراب افتاده است. جلوه گل دیده او در اضطراب افتاده است. بلبل افغان میکند هر لحظه بر شاخی دیگر. جلوه گل دیده او در اضطراب افتاده است. چون هلالی را به خاکی آستانش دیده گفت. چون هلالی را به خاکی آستانش دیده گفت. دیده گل در اضطراب آتش در آن افتاده است. این گدا را بین که بس عالی جناب افتاده است. تشکر زیاد برای اجرای یک ترانه زیبا. اصلا انسامبل چگونه تاسیس یافت؟ ایده کی بود؟ چرا خواستید که میگونه انسامبل زیبا را تاسیس کرد؟ واقعا هم یک انسامبل با قول پر اقتدار است در ولایت سوق. اصلا تاسیس یابی این انسامبل و این انسامبل در قطار دیگر انسامبل های شش مقام سرایانی که در جمهوری تاسیس داده شدند، این اولا از سیاست فرهنگ پرورانه و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است که صنعت شش مقام را برای احیا و برای رشد کردن با قرار حکومت جمهوری، یعنی که شش مقام را در رشد و در حمایه با مقام دولتی گرفت شش مقام. و در سال 2003 در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، در اساس انمین دستور سپارش و هدایت های پیشوای معظم ملت در ناحیه جبار صلح نیز انسامبل شش مقام سرایان سال 2003 تأسیس یافت که در صحیفه های اولی فعالیت این کتاب این انسامبل اگر گیریم استادان زیاد سهم گذاشتن، علال خصوص در تشکیل و براه ماندن فعالیت این انسامبل استاد شادروان کریم قاسموف نیز بودند، در قطار دیگر هنرمندان و استاد دداجان قطب‌الدینوف شادروان و بسیار استاد اورونبگ همدموف نیز از تجربه و از محصول فعالیتشان تاثیر به این انسامبل گذاشتند
و خوشبختانه امروز این انسامبل با هدایت و با دستگیری و با راهنمایی های هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد جوربک نبیف فعالیت خود را پیش برده ایستادند. و جوانان خوشبختانه به این انسامبل پیوست می شوند. جوانان پیوست می شوند و جوانان البته راه استادان را می آموزند، تجربه و ملکه استادان را آموخته این صنعت نادر و این شاه اثر موسیقی خلق ما را پیش برده ایستادند. و واقعا هم یک تصمیمی پیشوای معظم ملت چقدر برای رشد ژانر مقام تاثیر گذاشت. خاصه جوانان زیاد انگیزه گرفتند. ببینیم که همین گونه انسامبل ها در تمام منطقه های تاجیکستان هست و هر یکی در یک گوشه تاجیکستان برای پیشبرد، برای زنده نگاه داشتن، برای همون سرودهایی که در خزینه مثلا سالها خوابیدند و مثلا کسی به سراغشان نمیرفت، برای دوباره زنده کردن آنها سهم میگذارند و دوباره به گوش مردم این سرودهای نادر را با سبک و اسلوب‌های خاص و نو به نو پیشنهاد میکنند که این هم برای باز هم مثلا رشد این صنعت بی‌نظیر برای جهانی شدن آن تاثیر عمیق خواهد گذاشت و سهمی انسامبل شما هم در این روند کم نیست. بله، انسامبل نور نیاگان در چندین سیمپوزیوم های شش مقام سرایان من استاد شورجان نبیف با همراه شاگردان در ازبکستان و در خود جمهوری ما در چندین سیمپوزیوم ها در فستیوال هایی که بخشیده بر رشد صنعتی شش مقام برگزار می‌گردند شرکت ورزیده با صنعت و با هنری بلند خود البته حصه ارزنده در رشد صنعت شش در احیا و رشد صنعت شش مقام گذاشته ایستادند. خب سپاسگزارم. باز چی پیشنهاد میکنید برای ما؟ حالا سرود دیگری را که تابکه نام دارد آهنگ استاد جوربک نبیف است و البته تمام مردم تاجیکستان این سرود را از زبان گویای شادروان اورونبک همدمов شنیده هستند، زیرا آهنگ از آن استاد جوربک نبیف لیکن در اجرای شادروان اورونبک همدمов صدا داده است و امروز یکی از هنرمندان این انسامبل این سرود را که این سرود را که تابکه نام دارد و به شعری به متن استاد مرزا ترسونزاده تعلق دارد حالا پیشکش ما میگردانم. تابکه پنهان کنم دردی دلی بیچاره را، تابکه پنهان کنم دردی دلی بیچاره را، تابکه از اشکی سوزان تر کنم رخسار را، تابکه از اشکی سوزان تر کنم رخسار را. از گلستانی محبت تا رسد بوی وفا، از گلستانی محبت تا رسد بوی وفا، از سری کویش نکندم دیده نزار را، از سری کویش نکندم دیده نزار را. هر کی شد بی بهره است
سودای عشقی عاشقم میزند سنگی ملامت عاشقی در دل جانانمه سازد سرآواز من آب سازد ناله من گرچه سنگی خارم آب سازد ناله من گرچه سنگی خارم تا بکی پنهان کنم در دلی بیچاره را تا بکی پنهان کنم در دلی بیچاره را در دلی بیچاره را تشکر زیاد برای اجرای زیبا. یک بردی انسامبل شما آن است که یک صاحب مکتب به واسطه تاثیرگذار است. صاحب مکتب همیشه مصلحتگر و راهنمای انسامبل شما است و فرزندان ایشان در برای شما هستند که واقعا برای آنهایی که در انسامبل شما فعالیت میکنند یک برد خیلی زیاد است. برای آنها یک تحفه خیلی ارزشمند است، چون به واسطه از همین مکتب از آنهایی که تاسیس دهنده این مکتب هستند بهره میگیرن، از آنها مصلحت میگیرن و برای رشد هنر خود پیشرفت میکنن. خب چگونه مشورت ها میدین استاد برای شما؟ ما بیشتر کوشش میکنیم که در صحبت استاد باشیم. هر یک برنامه‌ای که آماده میکنن هنرمندان این انسامبل، برنامه‌هایی که پیشکشی تماشابینان میکنن، کوشش میکنیم که در جریان آمادگی و در خودی همون برنامه استاد را دعوت سازیم و استاد البته بسیار سختگیر هستند. در برابر مهربانی، در برابر آن که برای همه ما همچون استاد، همچون پدر مهربان هستند، لیکن خیلی سختگیر هستند نسبت استفاده متن ها، نسبت درست اجرا نمودن من تمام تابش هایی که در موسیقی کلاسیکی باید که صدا دهد، در استفاده آواز، در همه جهت استاد خیلی سختگیر هستند و همیشه کوشش میکنن که کمبودی ما را، خطاگی ما را در رو بروی ما گویان، زیرا که وقتی که ما خطاگی خود را که فهمیدیم البته کوشش میکنیم که آن را اصلاح کنیم و در صورت اصلاح کردن هر یک کمبودی و خطاگی این در همین جریان صنعت شش مقام پیش می رود. هنر مکملتر می گردد، اجرایش مکملتر می گردد و البته این کسبیتی هر یک هنرمند را باز بالاتر می برد و به قریبی که ما در صحبت یک جایه با استاد بودیم، هر یک سرودی که هنرمندان ما در روز شش مقام آماده کرده بودند از پیش نظری استاد، از امتحان استاد گذراندند و استاد البته برای هر یک هنرمند ما در علاهیدگی بهاگذاری کردند که مصلحت دادن و البته بهاگذاری هم کردند که برای رشد آینده هر یک هنرمند این خیلی مهم است و البته استاد بیشتر ما رو نه تنها از ساحه موسیقی، در سمت رعایت آداب و اخلاق، در سمت احترام هنرمندان، احترام خلق، عموما از تجربه و از روزگار خیش بسیار بسیار استاد برای ما درس میگویند، برای ما راه نشان میدهند که صنعتکار اصیل باید که در بین مردم چگونه باشد، چگونه رفتار داشته باشد و چگونه با کدام راه ها در دل مردم
جای گرفتن ممکن است، چگونه به صحنه های بلند برآمدن ممکن است و البته مهنت دوستی، زحمت کشیدن را بیشتر استاد برای ما تلقین میکنه، زیرا که انسان اگر هنرمندی که با راه آسان اگر که میخواد پیش رفتن، البته این شاید به مقصد خود رسیدن مشکل تر است. از مشکلی ها نترسیدن و همیشه زحمت کشیدن، مهنت کردن انسان را به نقطه بلند میرساند که این را ما از استاد همیشه میشنویم و کوشش میکنیم که و پیروی حیات و فعالیت و زندگی استاد جورابک نبیف باشیم، همه هنرمندان در یک جای. و خود استاد جورابک نبیف هم راه آسان را طی نکردند، با دشواری‌های زیاد، با زحمت زیاد، با آموزش زیاد به این راه رسیدند و صاحب مکتبی خاص خود گردیدند. از استادانی بسیار هم پرتجربه بهره گرفتند، آموختند و همین آموزش های زیاد، همین مهنت های شبانه روزی بود که ببینید که مثلا کم هنرمندانی هستند که در مضافات هستند، در شهر و ناحیه های دور از پایتخت هستند موفق میشن، ولی استاد جورابک نبیف هرچند که از پایتخت دور بودن ولی صدای ایشان، محبوبیت ایشان تمام تاجیکستان را، نه تنها تاجیکستان رو بلکه بیرون از مرز رو نیست، آسیای مرکزی رو نیست، مثلا پهن شد و آوازهایشان، شهرتشان به تمام دنیا رفت و این هم از همان مهارت بلند، از استعداد ناتکرارشان درک می‌دهد و بهوده برنامه ما امروز از مکتب ایشان تهیه نشد، چون ما تصمیم داریم که در برنامه‌های آینده با حضور خود ایشان یک برنامه خاص تهیه کنیم. خب خسته نباشه، در انتها چی پیشنهاد می‌شود؟ البته می‌خواستیم که یک از سرودهای بهترینی که امروز در دل تمام مخلصانشون، در دل تمام مردم جای گرفته است که یادی تو نام دارد. یادی تو، این یکی از اولین سرودهای استاد جورابک نبیف است که در وقتی که در اینجا فعالیت میکردن ایشان رو به شهر دوشنبه دعوت میکنند به کمیته تلویزیون و رادیو برای ثبت همین سرود. حتی در یک مصاحبهشان گفته بودن که من شرم می داشتم، یعنی همون جرأت نداشتم که بگم که من همیگونه سرودخوان هستم، چون در اون زمان هنرمندانی محبوب خیلی زیاد بودن، ولی وقتی این سرود رو اجرا کردن همین سرود خیلی محبوبیت زیاد به ایشان آورد و ما هم مشتاقیم که از زبان فرزندان ایشان این ترانه محبوب رو بشنویم. و دوستان عزیز، به انتهای برنامه امروزه گنجور رسیدیم. یادآور میشیم که این برنامه را از ناحیه جبار رسولوف تهیه کردیم. هنرمندان انسمبل شش مقام سرایان نور نیاگان امروز در حلقه ما بودند و ترانه‌های جذاب زیبا را از مکتب استاد جورابک نبیف پیشنهاد کردند و باز هم یک ترانه زیبا و دلنشین را میشنویم. با شما خیر میگویم. بگذار که همیشه موسیقی در خاندان ما ترین انداز باشد و پیامی صلح و دوستی بیارد. گرچه تو یاد زبالم نکنی بوی گل را به دماغم نکنی، گرچه تو یاد زبالم نکنی بوی گل را به دماغم نکنی، نبیایی و سراغم نکنی، نرود یاد تو هیچ از یادم، خدیشم شاد تو هیچ از یادم، نبیایی و سراغم نکنی، نرود یاد تو هیچ از یادم، خدیشم شاد تو هیچ از یادم. بهترین یاور یارم تو، من همه جان فگارم تو، بهترین یاور یارم تو، من همه جان فگارم
وقتی بیدار کنارم تو نرود یاد تو هیچ از یادم حسن آباد تو هیچ از یادم وقتی بیدار کنارم تو نرود یاد تو هیچ از یادم حسن آباد تو هیچ از یادم لشکری غم ستیز از سویم صورت دیدی که تو را می جویم لشکری غم ستیز از سویم صورت دیدی که تو را می جویم بویت از شهره گل می بویم نرود یاد تو هیچ از یادم چهره ایشان تو هیچ از یادم بویت از چهره گل می بویم نرود یاد تو هیچ از یادم چهره ایشان تو هیچ از یادم نبیایی و سراغم نکنی نرود یاد تو هیچ از یادم حدیشم شاد تو هیچ از